سلام دوستان. چند روز قبل یک ماژولی رو من تقریبا یک مدت پیش، حدود یک سال پیش، که از دوستان از اینترنتی خریده بود و اینو به من داد، گفت کار نمیکنه. من روی این کار کردم، البته نه به صورت خیلی دقیق، ولی با این حال بازم یکی دوتا ماسفت سوخت روی این کار رو. این ماژول جرقه زنه، توی اینترنت میفروشن، ولی خب این به نتیجه نرسید حقیقتش، تا اینکه باز همون ماژول به دستم رسید و یک چند روزی بود کنار گذاشته بودم، تا اینکه امروز اتفاقی گفتم اینو یه ویدیو تهیه کنم، بگم که این روی این ویدیوهای بعدی که میخوام براتون بذارم حتما راجع به اینه و اینو میخوام براتون درست کنم، مدارشو براتون دوباره، چون با این حقیقت با این برد من جواب نگرفتم. حتی یک چند تا از دوستانم بودن توی گروه های مختلف و من اعلام کردن که این با این برد، با این مدار جواب نداده براشون. منم که روی این کار کردم جواب نگرفتم. حالا میخوام اینو دوباره فقط با استفاده از این سیم پیچ و سلف استفاده کنم و مدارش رو تغییر جزئی بدم تا جوابش رو بگیرم. حتی یک سری بوده که من خیلی وقت پیش یک ماژول گرفتم از این ماژولای، اینم جرقه زنه که در واقع شوکره، که اینم نتونستم جواب بگیرم، روی اینم کار نکردم. حالا به زودی بعد از این مدار اینو که درست کنم انشالله توی چند روز آینده، چون این روزا دارم روی یک مداری کار میکنم مربوط به فلزیاب بازرسی بدنیه که به زودی توی همین چند روز آینده ویدیوشو براتون میذارم توی کانال، ولی بعدش حتما روی این کار خواهم کرد و مدار اینو تغییر میدیم انشالله که بتونیم جواب بگیریم. و علاوه بر مدارات فلزیاب، مدارات شوکر هم براتون حتما آموزشی براتون میذارم. امیدوارم که دوستان خوششون بیاد و دوست داشته باشن. ممنون از شما.